سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: سفر هیئت به رهبری معین وزارت صنعت و تجارت با شماری از تاجران به بنگلادش، حمایت مجمع علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان در نشست زیرنام وحدت ملی از نظام اسلامی و خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی عین الاسد در عراق. امروز شنبه 28 ماه جدی سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: هیئت به رهبری مولوی احمدالله زاید معین وزارت صنعت و تجارت با شماری از تاجران به بنگلادش سفر کرده است. وزارت صنعت و تجارت میگوید که قرار است در این سفر پیرامون روابط تجاری دو جانبه میان افغانستان و بنگلادش، توسعه تجارت، تسهیل صادرات و واردات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک گفتگو و راه‌های تقویت همکاری‌های تجاری دو جانبه و امضای تفاهم‌نامه‌های مشترک مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این سفر یافتن بازارهای جدید برای تاجران ملی افغانستان، گسترش فرصت‌های صادرات تولیدات کشور و تقویت همکاری‌های اقتصادی در سطح منطقه گفته شده است. سید حسن فاضل رئیس مجمع علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان در نشست زیرنام وحدت ملی، بقای نظام اسلامی و رفاه مردم گفت که پس از دهه‌ها افغانستان از یک نظام کاملا اسلامی برخوردار شده است و حفاظت از نظام اسلامی را مسئولیت تمام افغان‌ها دانست و بر وحدت تاکید کرد. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات میگوید که منسوبین این وزارت به 11 دشمنی و منازعه قومی و خانوادگی در 6 ولایت کشور پایان داده است. این منازعات و دشمنی ها در ولایت‌های سمنگان، فاریاب، نیمروز، پکتیکا، ننگرهار و کابل با میانجیگری مسئولان، علما و بزرگان قومی به صلح و دوستی مبدل شدند. و در اخیر رویترز گزارش داده که نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی عین الاسد که محل استقرار نیروهای تحت رهبری آمریکا در غرب عراق بود، خارج شدند. وزارت دفاع عراق با تایید این خبر اعلام کرده که پس از خروج نیروهای آمریکایی، اردوی این کشور کنترل کامل پایگاه هوایی عین الاسد را در دست گرفته است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.